سلام و احترامات مجدد دوستای عزیز و نازنین. امید که بازم اموت خوش و خوشحال و صحتمند و سر حال باشین. عزیزای نازنین، زمینی که بیگاه برایش ویدیو گرفتیم، بازم یک چند نفر از دوستای گل درخواست کردن که سایه معلوم نشده. بیگاه بازم با عرض معذرت یکم ناوقت شده بود دیگه، هوا کم ابری بود، تاریک شده بود، تصویر واضح معلوم نمیشد. عمدیم که بخششم دوباره امی ساحه را مجددا ویدیو کنم، به خاطر که خوب قشنگ جایش را سیل کنین، مطمئن شنین، اطمینان حاصل کنین که موقعیت از یک جای خیلی اساس و خیلی عالیه. خب عزیزای دل، این زمین حدود اربعهش است 28 متر در 28 متر. دیگه زمین کاملا یک زمین زراعتیه، بدون هیچ گونه دعوا و جنجال. دیگه اونمو کوچه که بخششم نشان دادم، اینی ساحه این زمین ها دیگه فروش شده. اونمو کوچک از بال همده یک بخشی میزی اولی پشت سره و یک انمی و جای اولی که فعلا بخشی شما عزیزان در فروشش دیم. دیگه از وسط کوچه یک دو اولی دیگر هم گیت دبلی از کوچه هست. اطراف از بسیار بسیار همونطور یک ساختمانای خیلی زیبا، خیلی لوکس جور شده. یعنی خودتون چه مشاهده مونین دیگه، بسیار یک شهرک خیلی خوب با تمام معنا. یعنی از منطقه اطراف از یک شما سیل مونین. دیگه فاصله از این زمین تا خود شفاخانه فاطمه زهرا که شفاخانه نو مگه، اونمو جای را از این چه دقیق تا مو ساحه را یگان 10 دقیقه پیاده روی هسته. اون دوستا که مشاهده منین، اون ساختمانی که آین چادر پوشه، شاید تصویر هم واضح معلوم شنه ولی کم فاصله شی دورتر هسته. دیگه مرکز بازار سنگ ماشه اندمی موقعیت قرار داره که از این ساحه نه ساختمان ولسوالی را داشته معلوم میشه دیگه، که بازار در ولسوالی تقریبا فاصله آنچنانی نداره. از این چه تا او ساحه را دقیقا شاید یگان 18 دقیقه پیاده روی باشه. دیگه این یک ساختمان خیلی لوکس از یک ده پیشتر، از این مرگ ده پیشتر جور شده. دیگه این منطقه از لحاظ آوشی این در ویدیو واضح مشخص معلوم میشه که این ساحه کلان علفزاره. یک عمود بیانگری از این که انشالله در این ساحه آوشی کدام مشکل نداره. دیگه آو میده با امید خدا. دیگه عزیزای دل، اینیم کوچه که اگرچه اینی پشت سر کوچه را آزادتر رشته، ولی من چون از اول دیگه خوب روی نقشه بنا نکرده، یک ذره خانهایش کم پس پیش شده. یعنی کوچه از اول کمده 6 متر، داخل کمده یعنی تقریبا 4 متر شده یا 5 متر. دیگه پیشتر کمده بازم یکم آزادتر شده. یعنی کوچهش این اون یک اولی، یعنی پشت سر دو اولی، یعنی جایی که ما بخشش پیشنهاد مونیم 3 اولی یا 4 اولی دبلی امزی کوچه وصله. دیگه عزیزای دل، امید که همین ویدیو بخشش بازم روشنی انداخته شد، متوجه این ساحه شده باشین. دیگه اگر کدام سوالی بود، اگر کدام گپ داشتین، دوباره اگر ویدیو خواستین یا تصاویر خواستین، امروز از ما هماهنگی کن. دیگه ما منتظر کامنت های خیلی زیبایشم هستیم، منتظر تلفن چم هسته که امروز از ما زنگ دهین، تماس بگیرین، معلومات بگیرین، صحبت کنیم. و متبقی عزیزایی که یگان جاهایی که مثل همزین عمر زمین صاف باشه، زمین زراعتی باشه، کدام جنجال دبلیش نباشه، و یا خانهایی که خیلی موقعیت عالی باشه، موقعیت کلیدی باشه، دیگه اگر برای فروش داشته باشین، میتونین دمی شماره که در زیر ویدیو برایش میلیم در تماس شینین، همراه از ما هماهنگ کنین. با امید خدا ما در خدمت دوستا هستیم. دیگه موفق و کامگار باشین تا ویدیوی بعدی. خداوند یار و مددگار شم دیگه.